بعد دیگرش گفت که ای برادر عزیز، همون آدم گناه کردن ترک نکرده سای، تو چرا دلالت خیر ترک میکنی؟ میگه گپیای مرا بسیار خوش آمد. وای گناه کردن ترک نکرده سای، یعنی بگذار بینمازیش دوام داده سای، بگذار از خدا سرکش بودنش دوام داده سای. تو چرا کاری خیر ترک میکنی؟ تو چرا میگوی دیگر ما وای دعوت نمیکنم؟ از همین لحاظ اشرف علی طحانوی با چی میگه؟ میگه تا زمانی که شما گناه میکنین استغفار را فراموش نکنین، طلب مغفرت از خداوند فراموش نکنین. ولی حضرت شعبی میاره میگه حضرت عمر میگه برآمد با همراهی قوم شد، خب میگه باران نشید، خیلی وقت باران نشید، میگه برآمد میگه زاره کرد، میگه فقط طلب استغفار کرد، طلب مغفرت کرد از خدا. دیگه مردم نشینن که طلب باران کنن، نگو که خدای باران تبار، نگو که خدای مهربان تمام گیاه ها همه خشک شدن، زمین ها سخت شدن، خب زراعت در دست مردم نابود شد، ای الله باران بده. میگه خیلی نگو، فقط آمرزش طلب کرد، استغفرالله گفت، خدای گناهامونو ببخش، خدای خطاهامونو ببخش. میگه بعد همین بود که یک که میگه می ابر آسمان فرا گرفت و میگه باران سرازیر شد. میگه مردم پرسید ای عمر، آخه تو طلب باران نکردی؟ ما همین گوش کردیم دعات فقط طلب مغفرت گناه بود. گفت آخه بله، الله مهربان در سوره نوح هست، میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. ببین خداوند میگه اگر شما طلب مغفرت گناه کنین، شما اگر به شرط گناه نکنین، من باران از آسمان برای شما میریزم. حقیقتا 40 سال در قوم حضرت نوح باران نبارید، 40 سال. حتی میگه دیگه زنها نزاییدن. این وقتی حضرت نوح میگه مراجعت کرد، گفت از شومی گناه تونه، خداوند بالاتون قهر کردگیه، زنهاتون دیگه نمیزاید. ببینید باران دیگر از آسمان نمیریزه. یکی همش سببش چی بود؟ سببش گناهاتونه. گفت ولی شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگه زی هجران طفل، انا میگه یعنی شما وقتی که یک طفل دنیا میگذرد، زی هجران طفل که در خاک رفت، چی نالی که پاک آمد و پاک رفت. از مثال یک کودکی که ای دنیا میگذرد، خب چی شما اینقدر آبی چشم میکنین، چی قدر شما رویاتون میخراشین، ای وای پاک آمد و پاک رفت. چی پاک آفریدد، چو پاک آفریدد هوشیار و باش، چو پاک آفریدد خداوند پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. میگه برادر عزیز، شما خداتون مثال بیارین که یک خدایی که شما را پاک آفرید، خب در آوان کودکی جانتون نگیرید، بلکه به بلاغت رسیدین، کلان شدین، انا اینجا ننگی که شما ناپاک داخل خاک برید. وقتی که شما در ابتدا پاک آمدین، باید پاک برید. یعنی ناپاک رفتنی بر داخل خاک، اینجا میگه ننگی، اینجا میگه حیفی. برای همین برادر عزیز و گرامی، ولی یک شیخی را حکایه میکنن، میگه در ساحل دریا رفته، میگه دیدمش که پلنگ میگه کنده است، همه شب خونشار کردگیه، هیچ میگه سالهای دراز تبابت نمی آورد، لیکن میگه شکرگزاریش میگه به سوی خدا میگه تماما حساب نداشت. میگه حتی گفتیمش حضرت یگان جای آباد نمونده، همه را کندگی، مقصد همه خونشار، همه درد، با چی شکرگزاری میکنی؟ گفته شکرگزاری میکنم که خداوند مرا در مصیبت گرفتار کرد و خدا را شکرگزاری میکنم که مرا در معصیت گرفتار نکرد. ببینید
ما شکر خدا میکنم که ما در معصیت آلوده نشیدم. این مصیبت های ما در این شکرگزاری میکنم. یعنی آدما در از معصیت مبتلا شدن در مصیبتی به سرشون شکرگزاری میکنن که خدا را شکر در گناه آلوده نشید. برای همین برادرای عزیز، ولی ببین پیغمبر نازنینمون چی میگه؟ میگه اگر در قومی که گناه آشکارا شود، یعنی گناه کردن آشکاره دیگه، همه مثال میبینی که خوزم یک کوچه ببرو، تمام نافرمانی خدا را با چشم سر میبینی. میگه وقتی در جایی که گناه آشکار شود ولی دیگران مهر سکوت در دهان بزنن، یگان گپ نکن، یک کس آشکار نکن که ای برادر عزیز آخه این کاری تو نادرست است، در این غضب خدا است. میگه خداوند همگی شونه در عذاب شدیدترینش گرفتار میکنه. ولی یک کیسه هم میارن، میگه یک انبار بود، انبار که دویم پرای دانگی میشوه کو، میگه در همون داخل انبار میگه یک مار در آمد و در داخل انبار میگه هم موش زندگی میکرد، هم مرغ زندگی میکرد، هم گاو زندگی میکرد، هم گوسفند. وقتی که موش میگه مار دید در درون انبار، آمد و پیشی میگه همین مرغ پیشی گوسفند گاو بود در انبار، برادرای عزیز مار در آمدگیه. ایرا از داخل انبار پیش کردن در کار، زیرا ضرر زیانی بسیاره. میگه گوسفند و مرغ و گاو گفتن آخی انبار همی تو زدیسته، این انبار تو خوردیسته. مقصد ما را به انبار چی؟ میگه وقتی این گپ گفت، موش میگه چیزی نگفت. روزی دیگر میگه صاحب انبار وقتی در درون انبار میدونه، در درون سکلر میدونه که مار میگذش، میگه میبرن صاحب انبار طبابت ده. خب طبیب ها میگن که برای این آدم پرهیزی های مرغ در کاره، میان مرغ میکشن میگیرن میبرن صاحب انبار ده. وقتی که خبرگیر زیاد میشود، زنک میگه این تری نمیشه، گوسفند کشتن در کاره، گوسفند هم میکشن برای خبرگیرها. وقتی میگه مردک صحت سلامت میشود، بعد میگه برای همین سلامتیم اگه گاو میکشم صدقه میکنم. صاحبای حکایه میگن که اینمی برای شما درس است. وقتی که پیش روی ما را نگرفتین، سر همه هم درون خورد. یعنی هر گاهی که ما اگر ای گناه یک کس نگیم که ای برادر عزیز این کار گناه های، این کار نکن، تو سر خود هم خوردگی، زیرا شومی و درته میزنه. این خیلی گپ های. از همین لحاظ برادرای عزیز ما در گناه کردن هم باید بسیار بسیار اهمیت بدیم که این راه ما نیست، این کار ما نیست. میگن که پیش ای گناه کردن آدم میگه 3 نکته را باید فراموش نکنه. 3 نکته باید دویم تر میگه هوشدار بته. این 3 نکته میگه چیه؟ میگه یکم همین گناهی که من میکنم میگه خدا میبینه. یقین برادر، هر گناهی را که ما میکنیم خواه پشتی دیوال دا میکنیمش، خواه در آشکارا، همه جا خدای مهربان مقصد ما را میبینه. یکم میگه نکته نمیه که وقتی آدم گناه کردنی کشید، همین را ای پیش نظرش دور نکنه، خداوند مرا نگه داره. یک دویم ملائکه می نویسه، گناهی که من میکنم ملائکه می نویسش. 3 در هر حالتی که باشی عزرائیل جان تا میگیرد. امکان دارد که ما در همون بالای گناه خدا جان مرا عزرائیل به دستور خداوند بگیره. میگه این 3 نکته آدم باید ای پیش چشمش دور نکنه. انا همینجا دا میگه میتونی که تو گناه نکنی. از همین لحاظ برادرای عزیز مقصد گناه کردن کاری ما نیست، این راه ما نیست. و هیچ وقت این چیزا بفهمی که به سبب گناه کردن ما تمامی بگیم یک ریسپوبلیک